سلام دوستان، خوش اومدید به پنجمین برنامه من محبودم. امروز میخوایم با هم به چند تا ویدیو دیگه ریاکشن بریم. ویدیو اولمون یه ویدیو مخفی فانه، ببینیمش با هم دیگه. موتورتو میدوزن ها، موتورتو اینجا میبرن ها. همین الان موتور بردن، همین الان آره دزدیدن بردن. ماشی اینجا محل خودمونه، دزدام رفیقمونن، چرا باید ببرن؟ دزدیه الان مدر شده. یه دقیقه سویچتو بنداز. خدا همین الان این بالا برد، انقدر قشنگ بود. سویچتو بنداز روش بده بگم. من بهت الان توضیح بدم. چقدر قشنگ، من فیلمم گرفتم ازش. آره روشنش کن. دو نفرن اینجوری نشست رو موتور، دو نفرن میشینن رو موتور. حقا حواستو جمع کن، بعد گاز میده. ما خودمون دزدیم. مامزه بود. یه تیزر گنگ از برنامه گل پوست رو ببینیم. ممرزا شایع و صابرنور با هم دیگن. خیلی واقعا گنگه. راست نیست توی ملغری به دست به گل بزن ها. دست بچه محلتون روغنی بود، گل سر خود سمتمون. سر واسه سرسره است، گل واسه آشناس، واسه غریبه پوچه. آشنا نون و نمک داده، غریبه حساب کتاب. ما چه نمک محلتون رو خوردیم. بزن گل تا پش. اینا حتی از باسکاتی ها هم لاشی ترن. خدایی قبول دارم. اینو ببینید، این ویدیو فکر کنم با اختلاف سمی ترین ویدیو امساله. با سی جی داره جلو مدرسه دخترانه تکچر بزنه، پلیس میگیرتش، میگه اینو نگرش شد با دوربین. بگی جلو اینو بگیر آقا، جلو اینو بگیر. جلو به ترجمه بگن. بیایید. خوبی؟ اصلا نباشی. وایستا ببینم، وایستا. خوبی؟ چیکار داری میکنی؟ داشتم راه میرفتم طرف. این راه رفتنه، تک حرف زدن. فکر میکنی کارو خوبیه؟ خدا نکرده بخوری به یکی از این بچه‌هایی که دارن میرن. برای خودت اصلا سرنگ تمام اصلا شانسش بدبخت. نباید جدگیر بشه. با پدر مادرت همه شب تا صبح دارن دعا میکنن که شما صحیح و سالم از بیرون برگردید خونه. چه یه چرخی داشت میزن. کار میکنی؟ خدای نکرده به کسی بزنی، بعد دیه بدی، باید بری زندان. برای دیده شدن قرار نیستش هر کاری. حالا گواهینامه هم نداری نه؟ نه، موتور توقیف میشه، کار قانونیش انجام بشه. بیا. بعضی وقتا تو اعماق اینستاگرام فارسی یه سری ویدیوها دیده میشه که آدم دوست داره چند بار ببینه، ارزش چند بار دیدن رو داره. این ویدیو رو ببینیم. میگه اگه کسی رو زیاد دوست داری زیاد مزاحمش نشو. آدما ببینن همیشه براشون وقت داری نادیدت میگیرن. تو هر چقدرم به یکی احترام میذاری، در آخر اون به قدر فهمش با تو رفتار میکنه. آدما به مرور عوض نمیشن، مشخص میشن. همیشه دلت از کسانی میگیره که برای خوشحال کردنشون همه کاری کردی. چیزی که داره نابودت میکنه اسمش عشق نیست. عشق اینه که حالتو خوب کنه. غم واقعی گریتو در نمیاره، ساکتت میکنه. خواهر و برادرتو میخوای بشناسی، فقط موقع استخدام کردن میشه بشناسی. مرد واقعی رو وقتی میشه بشناسی که زنش مریض باشه. زن واقعی رو وقتی میشه بشناسی که شوهرش بی پول باشه. خیلی قشنگ میگه. سردستی شیرین یه پسر بچه تو این روزا بالای 5 میلیون ویو خورده تو اینستاگرام. بریم ببینیمش با هم. اینو بزن. تو منو بیدار کردی. فوتکو ماما خراب کردی. بزن. تو منو کشتی. ایده جدید پسرها واسه به فنا دادن همدیگه تو روز تولدشون. ببینیم با هم. پشما عادی ترین شوخی پسرا واقعا.
تو قسمت 4 یه سریال دانمارکی تو مراسم تشییع جنازه آهنگ داریوش پخش میشه. ببینیم با هم. چشم من بیا منو یاری بکن، گونه ها خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن، اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من چونه یه میمون رو برداشته و خودش برده اون بالا، میمونه جرأت نمیکنه تکون بخوره. نگاه کنید ویدیو رو. چرا میترسی؟ چرا میترسی خونزین؟ وقتی بچه رو میدی دست داییش بعد شانس ترین میمون براتون بچه ها همکار. اولین میمونیش از رفتار انسان تعجب میکن. بیا بابا گور پدر دنیا بیا. از اون میمون دیگه میمون در نمیاد. میوه بزن تو اول بزن. ای نوش جون نوش جانت پسر. حالا نوبت منه دیگه نامردیدم. آب میوه میچسبه اینجا. آب میوه بیا بیا بخور. بیا این طرف. میمونه صدا بز داره میده از ترس. بزن به رگت هست لذت ببر. بیا نمیخوای به درک ریده بچه ها بخورش. داداش ما هم ریدیم به خودمون از اینجا. مسابقه گذاشتم اینم هی میگن ما میمونیم و هر جای بالا میریم. نه نگاه یه جوری گرفته منو. نگاه پاش بخور فشارت افتاد بخور. این ویدیو رو ببینیم. طرف زنگ زده به دونویسش میگه من میخوام عشقم برگرده چیکار کنم، عشقم ولم کرده. ببینید جواب دونویسش چیه. پدیده‌ای به اسم دونویسنی واقعا معلوم خودم. مارال جون من واریز کردم. یه بار دیگه میگیم بعد چه کارایی انجام بدن برای بازگشت معشوق؟ آره عزیزم ببین تو باید دوم گربه سیاه و بندازی تو آبجویی بجوشه بدی بهش بخوره. مارال جون. الو مارال جون سلام. مارال جون دوم گربه واقعا بره تو کسه داخل کسکشه کسمش خفه شد جنه دومه کسکش. من میام تو محلمون میگم گربه ها کم شدن این کسکش رو داره هر روز زاد و ولد میره بعد توی جاچه شدی دوم گربه ها رو میباری چونی خفه شد زن نزن جنه بگی دلاکش کن کسکشو زنشو کسی زن نزن این توقع چقدر ریخته بودی برای شهر پسری یعنی میاد بیشتر تو اینجوری برشو گردونی چونی خفه شو همینه. یعنی دوستان من میگم اینجا گربه ای وجود نه بس همه این سوالم دونویس مگه مارال اسمه مارال باید جنه میشد الان. مارال جنه کسکش زن جنه با این تخمی ها زن زدی به مارال چی رفت. اون گربه ها رو میبینی اون گربه همین هست که این کسکش زن گربه بارا فرار کن مارال داره میاد. خطر هوش مصنوعی رو جدی بگیرید. ببینید این ویدیو رو. یه عکس از تو کافیه تا کل آبروت بره. من این ویدیو رو جهت هشدار براتون ساختم که با یک چهره‌ای که واقعی نیستش و با هوش مصنوعی ساخته شده، ولی میتونه این چهره هر شخصی قرار بگیره. فقط کافیه یک نفری دانش کافی از هوش مصنوعی داشته باشه با یه سیستم قوی. اون نفر میتونه با مدل‌های آفلاین هوش مصنوعی که هیچ سانسوری در اونها وجود نداره هر ویدیو مستهجنی رو بسازه. به خاطر همینم به هیچ فیلم و عکسی دیگه اعتماد نکنید. فقط با یه عکس کافیه تا آبروی اون شخص به صورت کامل بره. حتی میگن تلفن ناشناس هم جواب ندین چون ممکنه صداتون رو به هوش مصنوعی کپی برداری کنن با همون صدا به عزیزانتون وایس بدن، حالا یا تماس بگیرن درخواست پول یا رمز کارت یا هر چیز دیگه‌ای بکنن که ممکنه خطرناک بشه. خب خیلی ممنون که همراهمون بودید تا اینجا این برنامه. ممنونم که همیشه حمایتمون میکنید. دوستتون دارم. اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارید، لطف میکنید اگه ویدیومون لایک کنید. خداحافظ.